درود بر همه هموطنان عزیز و ارجمندم. بسیار سپاسگزارم که جویای حال من بودید. طی یکی دو روز آینده تحت عمل جراحی قرار خواهم گرفت. 3 عمل در پیش دارم، 2 تاش مربوط به زانوه و یکیش هم دست و به لطف مشت و لگدهایی که در زندان خوردم عصب دستم هم دچار آسیب شده. اما قبل از رفتن به اتاق عمل میخوام یک تصویر رو با شما به اشتراک بگذارم. الان این تصویر از داخل حیاط ضبط میشه و من میخوام که شما اون در واقع دوربینی که سر کوچه ما نصب شده رو ببینید، دوربین امنیتی. اگرچه در جای کشور دوربین های امنیتی نصب شده، برای من سواله که چرا این دوربین باید دقیقاً در به منزل ما به کار گذاشته بشه، با اینکه به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای اهمیت نیست. اما روی سخنم به حاکمیت هست و اون هم اینه که شما با این دست اقدامات نمیتونید جلوی خیزش های مردمی رو بگیرید. سخنم با هموطنان عزیز و ارجمندم هست که میخوام امید رو بهتون تزریق کنم. ببینید دوستان، تا به این لحظه من از هیچ گونه حمایتی برخوردار نبودم و البته که خودم تمایل نداشتم که حمایت رو از جانب هیچ شخص یا گروهی دریافت کنم، چه برای موضوعات درمانم، چه مراجعه به مراکز درمانی و هزینه ها کاملا تنها بودم و حتی وقتی به بیمارستان مراجعه کردم هم باز تنها رفتم. یعنی حتی بوده مواردی که من در خیابان افتادم و نتونستم راه برم و زانوم قفل کرده و نیم ساعت در اون وضعیت بودم و درد رو تحمل کردم، ولی نپذیرفتم که کسی همراهی بکنه من رو در این. خب خانواده به اندازه کافی در طی این سالها هزینه های فراوان چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ مالی پرداخت. مایل نیستم بیش از این اونها رو آزار بدم. هموطنانم با تمام سختی هایی که در تمام این مدت متحمل شدم و رنج های بسیاری که دیدم، نه مالی و نه معنوی، تنها بودم، اما امیدوار بودم. امید رو از خودتون دور نکنید. امید تنها دارایی ماست.